أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران عزیز، الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم الشأن در سوره بینه آیه 6 می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البریه. یعنی الله سبحانه و تعالی می فرماید بیگمان کسانی که از اهل کتاب و مشرکان که کافر شدند جاویدانه در آتش جهنم خواهند ماند. آنان بدترین آفریدگان هستند. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت میکند که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: کسی که بمیرد در حالی که برای الله سبحانه و تعالی شریک قرار داده است، او شخص وارد جهنم می شود. صحبت درباره شرک رفته ایستاده است. یعنی اساس شرک و قاعده هایی که بر آن بنا شده است تعلق به غیر الله است. و کسی که به غیر الله تعلق و وابستگی داشته باشد، الله سبحانه و تعالی او را به آنچه که تعلق و وابستگی دارد واگذارش میکند و او را به این خاطر الله سبحانه و تعالی عذاب میدهد و خوار و ذلیلش میگرداند و مورد سرزنش و ملامت قرار میگیرد. و کسی که از فرمان الله سبحانه و تعالی اطاعت نمیکند، الله سبحانه و تعالی او شخص خوار و ذلیل میگرداند و هیچ یاور و نصرت دهنده ندارد، همان طوری که الله سبحانه و تعالی می فرماید. در سوره اسراء آیه 22 می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لا تجعل مع الله الها آخر فتقعد مذموما مخذولا. ای انسان، هرگیز هیچ معبود دیگری را به الله سبحانه و تعالی شریک قرار نده که نکوهیده و بیاور خواهی ماند. بله، الله سبحانه و تعالی بجز شرک دیگر هر گناهی را که از کسی که بخواهد مورد عفو قرار می دهد و الله سبحانه و تعالی ما را وارد جهنم نگرداند. و دعا میکنیم که پروردگار ما را مورد خشم و غضبت نگردان. یا الله، ما را مورد رحمت و مغفرتت قرار بده و ما را همراه صالحان، شهدا و عالم‌های با عمل وارد جنت جاودانت بگردان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.